شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه کوشانیان چند نفر از ساکنان ناحیه مذکور با عریضه مراجعت نمودند که شخصان نامعلوم چاره‌های کلان شاخدارشان را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا این جنایت آشکار و گمانبر آن دستگیر شد. این نفر شورجان جورخان سال تولدش 1993 ساکن جماعت دیهات گلستان ناحیه همدانی می باشد که پیش 10 مرتبه با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. در رفت پرسش معین کرده شد که گمانبر شونده از آرامی شب و نبودن آدمان استفاده نموده با طریق پنهانی وارد منزل‌های استقامتی شهروندان گشته از داخل اغلخانه‌های آنها چاره‌های کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب می‌زده است. نامبرده در 9 حالت جنایت دزدی چاره‌های شهروندان ناحیه کوشانیان گمانبر دانسته می‌شود که با این کردار جنایتکارانه‌اش به جبر دیدگان زیاده از 80,000 سامانی ضرر جدی رسانیده است. در رفت تفتیشات معین کرده شد که گمانبر شونده همه این مبلغ‌ها را در بازی‌های اینترنتی و کارهای بیهوده صرف نموده است. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه کوشانیان نسبت شورجان جورخان پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده عریضه زن 27 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که شب 8 به 9 ایون سال 2023 تخمیناً ساعت 02:00 دقیقه شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل صندوق 5700 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه سینا با عریضه مرد 28 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 26 می سال 2023 هنگامی در کوچه اوستای امین ناحیه قرار داشتنش شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از автомاشین شخصیش مبلغ 125,000 سامانی و یک عدد بالاپوش автомاشین را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 16 ساله ساکن ناحیه رودکی دستگیر کرده شد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه فردوسی عریضه مرد 33 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 8 ایون سال 2023 هنگام در نزد شرکت تورگماش قرار داشتنش شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از داخل автомاشین شخصیش مبلغ 4000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 15 ساله ساکن پایتخت دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.